زکات به کی زکات واجب می شود؟ به انسانی ثروتمندی که مالش به نصاب زکات رسیده باشد، یا که نصاب زکات و مالی که به نصاب می رسد از روی کدام چینک ما می توانیم معین کنیم که مال من به زکات رسیده است یا نرسیده است؟ در مجموع هر چی که داریم، حالا برای سودا یا در پسنداز در خانه داریم، فرض کردیم یعنی از اشیای گوناگون که هر وقت خواستیم اون رو به فروش برآورده فروخته می توانیم، همه این دارندگی و یا که پسنداز را حساب میکنیم. سال گذشته موافق قرار شورای علما 33,000 سومانی نصاب زکات بود. حالی که 33,000 سومانی به اندازه به مقدار 33,000 سومانی وقتی که دارنده شده، این 33,000 سومانی به حساب چی هست؟ به حساب طلا، که هر سال ما نرخ طلا رو در بازارهای مردمی، بانک‌های دولتی نی، بازارهای مردمی گردش بین مردم، یعنی با نرخ 85 گرم طلا ما حساب برآوری میکنیم. چه نصاب چه فطری روزه را از حساب نرخ گندم و زکات را از حساب نرخ طلا معین میکند شورای علما. وقتی که 33,000 سومان دار که شدید، فرض کردیم سال گذشته روز یکم ماه شریف رمضان، این سال روز یکم ماه شریف رمضان باید که شما زکات برارید. حالا دیدید که 33,000 سومان دار شدید، یکم این ماه مبارک رمضان، روز یکم ماه مبارک رمضان حساب میکنید که این 33,000 سومان شما چند هزار سومان شده است. از روز اول ماه مبارک رمضان سال گذشته حساب میکنید چقدر درآمد آورده است این مبلغی که داشتید، یا در پسنداز چقدر جمع شده است. 40,000 50,000 100,000 از هر دو نمود حساب است برادران اسلام در زکات. آسانتر و ساده ترش این است که از هر 1000 سومانی 25 سومان دونیم فایز، 25 سومان زکات جدا میکنید. از هر 1000 دلار 25 دلار زکات جدا میکنید و دارندگی رو به حساب حساب بازار حساب میکنید. شما دارید پایافزال لباس، خوراکه، دانگی، مغز مویزه برای فروش، یا قالین و دیگر یا ماشین یا چند ماشین برای فروش دارید. این همه رو حساب میکنید. همون ماشینی که برای سواری است، برای خودت و برای فرزندانت، خودت و 4 فرزند 5 فرزند در یک خانه هر کدوم این ماشین سواری دارن، از این ماشین‌های سواری زکات داده نمیشد. اما باز تاکید میکنم، ماشینایی که برای سودا است و فروختنتون سوار میشوید، این زکات دارد. هر ماشینی که به نیت تجارت که اون درآمد میارد برای شما، اون زکات دارد. هر قالینی که در خانه ذخیره کردگی هستید که در یک وقتی ضروری میفروشمش، اون زکات دارد. باید این همه رو حساب کرده زکات اون رو بدهید، مدامی که میخواهید اون مالتون با برکت شود. چرا که مال زکات دهنده رو پروردگار میگوید من کفیل نگهبانی مال این بنده زکات دهنده هم هستم. وقتی کسی که زکات میدهد، پروردگار کفیل و کفالت مالش را، نگهبانی مال جانش را میکند. و در موضوع میخوندم یکی از تاجران مشهوری که ثروتش بیشمار یک وقت میرود خیلی و مفلس قرضدار میشود، با دانشمند اسلام میشیند صحبت میکند، میگوید برادر چی شد اینقدر دارنده بدید و ثروت و شرکت و کارخانه شما خیلی مشهور بود، چی شد که مفلس شدید، قرضدار شدید؟ میگه درستش بگم زکات نمیدادم. دانشمند اسلام نصیحت پند و اندرز نصیحتش میگوید میخواهید که دوباره باز ثروتمند شوید و دیگر هرگز از دست مال و ثروت و دارندگی از دستت نرود، اون نعمت دویم با تو باشد. برای هم دانشمندان اسلام میگویند که میخواهید که نعمتی رو زنجیر بند کنید، از خود کنید که هرگز از پیشت نرود، شکرانه اون رو به جا بیار. شکرانه زکات یعنی دادن زکات است.
شکرانه فرزند تربیه فرزند است. شکرانه پدر خدمت پدر است. شکرانه زن مهربانی نسبت به اون زن است. هر نعمتی شکرانه دارد. شکرانه ماشینداری هم یک چند نفری رو، یک محتاجی رو یک جای به یک جای دیگر بردن است. شکرانه عملی رو انجام بدید. این شکرانه عملی نعمت رو با برکت میکند. شکرانه یعنی مال و ثروت چی هست؟ دادن زکات است. این دانشمند به این مفلس میگوید که برادر فعلا همین جا نیت که پروردگارو من دوباره شروع به تجارت میکنم، لیکن از اوی که همه اون زکاتایی که نداده بودم توبه کردم، پشیمان هم، و اگر کارم پیش رفت و ثروت به دست آمد زکات گذشته و آینده رو میدهم. با این تصمیم از حضور این عالم میبراید و در یک مدت یک چند سالی به یک ثروتمندترین انسان که قابلیت خوبی داشت، قابلیت کاردانی و کارچلانی خوبی داشت و قابلیت کارفرمایی خوبی داشت، باز به یک بهترین ثروتمند تبدیل شد و تمام زکات‌های سال گذشته اش رو و فعلی هر ساله اش رو آمده در شاهدی همین دانشمندی که پند و اندرز و نصیحتش میکنه، در شاهدی همین میدید میگوید بچم خب هر جایی که باشد برید بدید، با من زکات حرام است، من دارنده هستم، با من زکات درست نیست، چرا میید در حضور من؟ میگوید من اون لغزشی که کرده بودم توبه کردم و شما رو شاهد میگیرم که پروردگار رو به همون عهدم وفا کردم در شاهدی فلان عالمی که فلان دانشمند. همه اون مال و ثروتش رو جدا میکند و شاهد میگیرد این عالم دانشمند رو و از پی تقسیمی زکات‌های سالی گذشته و فعلی هر سالش هر سال میگوید اون رو شاهد میگیرد. و خاطری چی شاهد میگیرد؟ حالا پروردگار میگوید اعوذ بالله و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما در کارهای نیک همکاری کنید و در کارهای معصیت و گناه هرگز کمک نکنید، همکاری نکنید. چرا همکاری دست جمعانه در کارهای خیر؟ به خاطری که تمام اعضای اون همه شریکان فردا روز قیامت میگن پروردگار من این کار خیر رو کردم، فلانی 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 هم با ما شریک بود در این کار خیر. فلانی فلانی و اعضایی که در این کار خیر شریک بدن نجاتی اونا رو اون نمیخواهد، یا بخواهد هم اساس نجاتی خودش رو میخواهد که پروردگار من این یکی رو در حضور اینا تمام اینا من این نکی رو کردم، یا زکاتم رو در شاهدی فلانی دادم، پروردگار رو من زکات دادم، فلانی شاهد است. برای همین میگوید که یکی حالا فعلا باز یکی از بهترین دارنده و ثروتمند هست. یعنی زکات دادن مال رو پاک میکند.